سلام بچه ها، وقتتون بخیر. خب ببینید، میخوام یه تکنیک جدید بهتون بگم. ضرب و تقسیم و به علاوه منهای کسرها. برای ضرب چیکار میکنیم؟ صورت در صورت، مخرج در مخرج ضرب میشود. 5 هفتا 35 تا، 2 سه تا 6 تا. برای تقسیم چیکار بکنم؟ برای تقسیم شما بیاین صورت اولی در مخرج کسر دوم ضرب بکنید. 5 سه تا 15 تا. کجا بنویسیم؟ قسمت صورت. پس میام اینو تو قسمت صورت می‌نویسم. 5 سه تا 15 تا. برای مخرج چیکار بکنم؟ مخرج اولی در صورت دومی ضرب می شود، توی مخرج نوشته می شود. 2 هفتا 14 تا. برای به علاوه چیکار بکنم؟ برای به علاوه بچه‌ها شما بیاین صورت اولی در مخرج دومی ضرب بکنید، بیاید تو قسمت صورت بنویسید 5 سه تا 15 تا. اینجا به علاوه است، به علاوه‌مو میذارم. مخرج اولی در صورت دومی ضرب بکنید، باز هم توی صورت بنویسید 14 تا. و برای مخرج شما بیاین دو تا مخرج‌ها رو در هم ضرب بکنید. 2 سه تا 6 تا. حالا عملیات به علاوه رو انجام میدیم. 15 به علاوه 14 29. 29 ششم. قسمت بعد منها به همین صورت مثل قبل انجام میشه. صورت اولی در مخرج دومی ضرب میشه. 5 سه تا 15 تا. اینجا منهاست، منهامو میذارم. 2 ضرب در 7 میکنم 14 تا. قسمت مینویسم و برای مخرج رو در هم ضرب میکنم 6 تا. اینجا علامت منهاست، منهامو کم باید بکنم. 14 از 15 کم کنم، یک 6 تا، 1 ششم و تمام.